عزیز، هموطنان گرامی، امیدوارم هر جا باشن شاد و خرم باشن. امروز براتون تصمیم گرفتم فیله قزلالا درست کنم با پاستای هزارلا. بریم ببینیم مواد لازم چی، احتیاج مواد لازم با هم دیگه ببینیم. فیله قزلالا 250 گرم، خمیر هزارلا 250 گرم، سیب زمینی آبپز 350 گرم، تخم مرغ 1 عدد، جعفری به مقدار لازم، سیب زمینی 1 عدد، کنجد به مقدار لازم، روغن زیتون به مقدار لازم، نمک و فلفل به مقدار لازم. فردون رو روشن کنید، بذارید بیاد 200 درجه. 350 گرم سیب زمینی آبپز احتیاجه. خب سیب زمینی من میام لهش میکنم، یا باید یا رندش کنید یا چرخش کنید، هیچ مسئله نداره. من به این شکل تماما لهش میکنم. بعد به زرده تخم مرغ احتیاجه، به سیب زمینیمون اضافه میکنید. یکم نمک، یکم فلفل، میام جعفری خوردش میکنیم. من میرسیم داخل سیب زمینی، مخلوطش کنید کاملا. به خمیر هزارلا احتیاجه. دوستانی که میخواد خودشون درست کنن میتونن برن رو ویدیوی خمیر هزارلا و طرز تهیهش ببینن، در شبکه من هست، وگرنه در سوپرمارکت راحت پیدا میشه، میتونید بخرید. خب کار بعدی که انجام میدیم، گفتم به یه فیله ماهی قزلالا احتیاجه. من قبلا پاکش کردم، پوستش گرفتم، میام میذاریمش روی خمیر هزارلامون. یکم نمک، یکم فلفل سیاه بسیار کم، کافیه که روش کثیف کنید با روغن زیتون به این شکل. و میام تمام سیب زمینیمون روی ماهیمون قرار بدیم به این شکل. باید ماهی را داخل خمیر هزارلا ببندیمش. میام به این شکل برش میگردونیم. و کار بعدی که انجام میدیم، روشا خش بندازیم به این شکل. یه ذره تخم مرغ احتیاجه، میام روش میدیم. و یکم کنجد برای تزیینش میذاریمش داخل سینی فر. من گفتم به یه سیب زمینی احتیاجه، میام به این شکل میبریمش به ضخامت نیم سانتیمتر نه بیشتر. یکم روغن زیتون داخل سینی فرمون میریزیم و میام سیب زمینی رو به این شکل میچینیمش داخل سینی فرمون. هر جایی که جا داره یکم نمک روش میدیم، یکم فلفل سیاه، خب فردون 200 درجه باید گذاشته باشید، گرم شده باشه. 25 تا 30 دقیقه وقت میبره تا ماهی ما و سیب زمینی ما آماده بشه. تا 25 دقیقه دیگه در خدمتتون هستم. میریم داخل فر بذاریم. 25 دقیقه گذشته، بریم ماهیمون بیرون بکشیم ببینید چه شده. خب همینجور که میبینید ماهی ما آماده است، سیب زمینی ما آماده شد. بذارید یکم سرد بشه، بعدا میبریدش میذاریدش تو بشقاب و نوش جونتون. قربون شما تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.